دادگاه شهر مسکو حکم حبس پیشکی سمرالدین رجبوف یک زاده تاجیکستان را به تغییر گذاشت. روز 16 اکتبر وکیلان مدافع رجبوف از سازمان حامی حقوق انسان پروازشیت ادکرید که اندری سیسکراشویلی و سرگئی بدمشین از دادگاه خواستند حکم حبس رجبوف را بازبینی و سبک کند. دادگاه مسکو سمرالدین رجبوف را برای 3 ماه تا 27 دکبر سال 2019 به حبس پیشکی گرفته است. وکیلان به حیث دلیل در دادگاه گفتند که در متن آخرین پرونده در نسبت رجبوف تنها با یک ماده کودکس جنایتی روسیه تهدید زورآوری عیب اعلان شده است. قبلا تفتیشات رجبوف را با 2 ماده کودکس جنایتی شرکت در بی‌ترتیبی‌های عمومی و استفاده از زور در نسبت به نماینده حکومت عیبدار می‌کرد. با نظرداشت سبکتر شدن عیبنامه رجبوف، وکیلان از دادگاه خواستند حکم بازداشت او را سبک کند، اما دادگاه حکم قبلی را به تغییر گذاشت. عیبنامه مقامات روسیه علیه سمرالدین رجبوف بر آن اساس یافته است که او روز 27 ایول در یک تظاهرات در شهر مسکو به سوی لینیک کارمند پلیس یک ظرف پلاستیکی را گویا هوا داده است. ظرف پلاستیکی هوا داده شده چگونه تهدید میتواند ایجاد کند؟ از افتش از 4 کارمند پلیس تنها یکی از آنها سخت ترسیده است و این تهدید را جدی گرفته است. به نمایندگان پلیس مراجعت کرده گفتنیم که شرمنده کردن خود را بس کنید. در جریان مرافعه در دادگاه مسکو رجبوف به سوالهای دادرس با یک ترانه رپ پاسخ داد که در بازداشتگاه نوشته است. برای هواداری از سمرالدین رجبوف و دیگر بازداشت شده های تظاهرات مسکو، اکسیمیران، رپسرای معروف در روسیه به تالار دادگاه حاضر شده بود. این یک سفسطه خرج و مرجی بود، گاهی خنده آور گاهی دهشتناک بود، یعنی این یک سیرک بود. من اگر با نقاب مسخره باز هم امروز می آمدم هم سیرک از این بیشتر نمی شد. این محاکمه به عدالت سودی یگان عمومیت نداشت. سمرالدین رجبوف زاده تاجیکستان است ولی در روسیه مکتب را ختم کرده به وایه رسیده است و عین زمان شهروندی این کشور را نیز دارد. از اهل پیوندانش در مرافعه های دادگاهی خواهر بزرگش دائم شرکت می‌ورزد. حیات برادرم تازه آغاز می شود. او خیلی جوان است. من خواهر بزرگی او هستم و می خواهم وی در امان باشد. ما مشورت کرده بودیم که یک جا پول جمع می کنیم و او به فاکولته اکتیوری حجت می سپارد و یا برای تحصیل به خارج می رود. سمرالدین رجبوف 21 ساله که روز 2 آگوست امسال با حکم دادگاه به حبس گرفته شد در زندان ماتروسکای تشینه مسکو نگاه داشته می شود. تظاهرات به نشان اعتراض ضد مقامات کمیسیه مرکزی انتخابات روز 27 ایول در مسکو برگزار شد که نامزدهای مستقل و مخالف را به انتخابات مجلس پایتخت روسیه راه نداد.